خب این چیزایی که من کشیدم یه روایت عینی از اون کوه ها نیستش، یه چیز خیالیه، یک موجودی که بین کوه آدم یه تلفیقی از این دوتاست. توی ایران دماوند، توی ارمنستان آرارات. نمادی که توی هر کشور این انقدر مهم بوده که بر اساسش کلی اسطوره و داستان و اینا شکل گرفته. گاهی کوه‌ها فقط توده‌هایی از سنگ و برف نیستند، گاهی بلندتر از آنچه چشم می‌بیند در دل یک ملت ریشه می‌دوانند. حس دلتنگی، شکوه و امید. انسان‌ها با نگاه به بلندای کوه‌ها رویاهای خودشون رو شکل میدن. رویای بازگشت، رویای آزادی و رویای فردایی بهتر. چاوت دانه. سلام، من شکیلا موسوی هستم و در این نمایشگاه 2 اثر از من به نمایش در اومده که هر دو توی همین آتلیه خلق شدن. ایده اولی خلق این آثار با شنیدن قطعه موسیقی از کومیتاس وارداپس به ذهنم رسید. سعی کردم این احساسی که این موسیقی در من ایجاد کرد رو بیارمش روی کاغذ. امیدوارم که آثار رو ببینید و خیلی خوشحال میشم نظراتتون رو بشنوم. سال 1382 بود که با یه اکیپی 4 تا آرتیست بودیم. اون موقع آرتیستای جوان فکر میکنم 20-22 ساله که از طرف موزه هنرهای معاصر تهران یک گروهی انتخاب شده بودیم برای رفتن به ارمنستان و از دستاوردهای مهم اون سفر برای من دوستی با علی انصاری بود. قهوه‌ای یا سبز هرچ. برای من ارمنستان یک مفهوم هنر، یک مفهوم فرهنگ و یک مفهوم دوستی داره. انگار این واژه ها وقتی اسم ارمنستان میاد برام تداعی احساس میکردم که چقدر اینها آدم‌های عادیشون هنرمندن. با تجربه‌ای که از نگارگری ایرانی دارم و مطالعه‌هایی که سالها روی نگاره‌های ایرانی داشتم، من یه سری کتاب از ارمنستان خریدم که اون موقع خیلی برام جالب بود. یعنی مثلا همینجوری که نگاه می‌کردم دیدم که با اون فضاهایی که من از نگارگری داشتم دیدم که چقدر نقاشی‌های این کتاب رو انگار می‌فهمم. خود این تصاویر، این نگاره‌های ارمنی برام خیلی جذاب. و بعد آروم آروم اینها توی ذهنم شکل گرفت. یه سری پرینت، یه سری کلاژ اومدن روی این مقوایی که میخواستم برای نمایشگاه کار کنم. خوشحال شدم که بخشی از این پروژه‌ام و دوست داشتم که باشم، برای اینکه میگم اون کشور برام انگار که یه هویت بصری آورد توی شروع کار هنرم و انگار که بهم یک ایده‌ای داد، یک نگاهی داد برای یک جهان حرفه‌ای. مرسی، ممنونم. نسرین نجفی این دفعه ببین یه جوری برام، من که تا کشور ارمنستان نرفتم ولی یه جوری برام توی تصورم تو ذهنم اینه که بناهای شبیه بناهای قرون وسطایی داره. همیشه اون آجرها و اون بناهای قدیمی و اینا اونه که برام تداعی میشه. به نظرم خیلی خونگرمن، مردمی صادق و صمیمی و دوستانه دارن. به نظرت آره. نه دستم بنده دارم کاری انجام میدم. و یه سری مثلا پاراجانوف که حالا خودت هم اشاره کردی و اون فضایی که اون قاب بندیایی که مثلا توی کاراش دیدم و اینا اونه که میاد تو ذهنم. قطعا میرم اولش موزه هاش، موزه معاصرش رو میبینم، بعد میرم بناهاش رو میبینم و جاهای بکر دیدنیش. تمام. هنرمند مورد علاقه من که البته هنرمندی هم هست که برای پیشبرد این پروژه ازش الهام گرفتم، کارن آقامیان هست. بر
برداشتی که از آثار ایشون داشتم همیشه یک فضای تخت و رنگیه که ماهیت رنگ رو در فرهنگ ارمنی حفظ کرد و شباهت‌ها و تفاوت‌های فرهنگ در ایران و ارمنستان مسلماً این رو به ذهن میاره که خب چه چیزی در هنر مشترک بوده در نگاه این افراد در طریق زندگیشون که این اشتراکات رو به وجود آورده و این اشتراکات اگر قرار باشه به امروز برسن چه شکلی به خودشون میگیرن. بنابراین اومدم باز آفریدم آثار رو، در واقع نقش جدیدی دادم به اعضای خانواده. یک روز بعد از ظهر برداشتی که کردم از کارهای آقامیان این بود که این سایه میتونه بر ابعاد این زندگی خانوادگی که هویت این افراد رو رقم میزنه متفاوت باشه. جای نور، میزان در واقع اون هویتی که شکل گرفته ولی فرزند همچنان در حال کودکی کردن. ارمنستان برای من فقط یک کشور همسایه شمال غربی ایران نیست. میشه گفت حالا خود من از یه جغرافیای دیگه هستم به نام افغانستان و توی جغرافیای دیگه به نام ایران زندگی میکنم و این نمایشگاه توی جغرافیای دیگه به نام ارمنستان داره شکل میگیره و خب یک اشتراکی بین این سه تا جغرافیا از نظر من وجود داره و اون اشتراک رو من توی کارهای خودم حالا میبینم. این دوتا کار کوچیک خب یک فضایی داره، یک فضایی حالا به نسبت سوژه فضا بسیار بزرگه و فضا سوژه اصلیه، یعنی موضوع اصلی فضاست بعد سوژه که خب یک فضاییه که پر از میشه گفت یک ابهام خیلی بزرگی توش وجود داره، جاییه که مثلا معلوم نیست کجاست و انتهاش مشخص نیست، چیزی توش وجود نداره انگار و سوژه ها توی این فضا حالا سرگردانه. من خیلی واقعا دوست دارم یه روز ارمنستان بیام و همشون رو از نزدیک ببینم. دمت گرم. چاکرم، مرسی. ای مونس عاشقان. وقتی که بهم گفتی که یه همچین کاری قرار بکنی خیلی خوشحال ادای دینی داشتم انگار نسبت به ارمنستان، چون بعداً رجوع کردم توی خودم یه خاطرهای شخصی پیدا کردم از استاد آوازم که یه آقای ارمنی بودن، یا میرفتم از یه آقای کفشای بالم رو میگرفتم برام ربانش رو میدوختن و اینا، آقای ریموند و همه اینا جالبه دیگه. همه اینا بر من بهانه‌ای بود که با عشق و با لذت این کار انجام بدم و حتما حضور داشته باشم توی این نمایشگاه. پیش تو تنها بودی، مفتون و شیدا غرق تماشا بودی. چی بگم؟ سلام. خوبه؟ چطوری؟ اولین چیز موسیقیش و شعر و ادبیاتش، چون که خیلی دوست دارم ادبیات ارمنستانو. داستاناشون رو خونده بودم ولی این مدت خیلی شعر ارمنی خوندم. بعد اتفاقا استیتمنت یکی از کارام فقط یه شعر از نونا باقوسیان گذاشتم، البته اگه درست تلفظ میکنم، که به نظرم شعری بود که کامل اون چیزی رو که میخواستم داشت، بخاطر اینکه اصلا نگاه من یه نگاه تاریک تو سیاهی دنبال یه چیزایی میگردم که پنهان شدن و این رو توی همین کارم آوردم، به خاطر اینکه اعتقاد دارم پشت این سیاهی ها یه لایه های پنهانه که ما نمیبینیمش یا
کشفش نمی کنیم ولی بین همه ماها مشترکه. اشتباه دیگه. آره همین جلوی چشممه. بگم حکایت در این سوی مرز آغاز نمی شود و حکایت در آن سوی مرز به پایان نمی رسد. حکایت در این سوی مرز آغاز نمی شود و حکایت در آن سوی مرز به پایان نمی رسد. توی شرایط عجیبی هم این نمایشگاه داره برگزار میشه و خیلی حساسه و پیچیده است. Hello, my name is Boris Doom and I'm sending greetings from Sweden to Yerevan. I'm very happy to be part of this exhibition, Connecting Lines, and I did 2 drawings, a beginning of a series of drawings that connect the physical world with the subconsciousness of the artist. By moving the hand over the paper and drawing a line or many lines, you have to reset your hand and begin the line from the beginning again. And by this, a dot appears. And many of these dots build new lines. And these lines are the connections to the subconsciousness, because they are not steered by your will or purpose. Well, what I think about Armenia, you have great food, great people, I love you. بارف سیرلی هاینر رو نچرخید خیلی وقت المانی حرف نزدم. بارف سیرلی هایرن گیسنر هویسوبم آروخشلینک وای کارتونیانم مود کاراسون تاریه آرواستوف زباقاتم و داربر شرجانر مانساترر میچویما مود گرسون تاریل کاورد داسواندومم Պարսկաստանում եմ ապրում ու շատ ուրախ եմ, որ առաջի անգամ իմ գործերը Հայաստանում հայրենակիցների համար դիտելու համար առաջին անգամ պատահում է։ Շատ ուրախ եմ այս կողմից։ Հույսով եմ, որ արդի մեջ իմ հայրենակիցներն կարողանան ազատ ձևով գան Պարսկաստան ու մենք իրանց հյուրընկալենք եւ ամեն ինչ առողջությունով ու հաջողությունով է առաջ։ Շատ շնորհակալ։ Վերջում ուզում ենք ասենք, որ մենք ձեզ շատ ենք սիրում։ Հաջողություն։